امروز میخوام بهتون بگم آیا گریس خور کردن بازوی اکسل کار درستیه؟ با گریس خور کردن این قطعه گریس به بولبرینگ‌های چپ و راست اکسل میرسه یا نه؟ این سوال خیلی هست که این کار درسته یا غلط. الان من به شما میگم که این کار کاملا اشتباهه. توی خودروهای 206 البته این بازویی 405 ولی شکل ظاهرش با 206 یه خورده یوغورتره. ما اینجا سولاخایی داریم داخل بازویی که وقتی شما گریس رو وصل میکنید، گریس میزنید، این گریس های شما کاملا حفظ میره به داخل بازویی و هیچ تأثیری روی بولبرینگ های شما نمیذاره. زمانی گریس خور کردن بازویی اکسل جواب میده که مین ژامبون ما از فابریکی، یعنی از این قسمت باید یه حالت شیار خیلی ریز میدادن، حالت مارپیچ که بیاد بخوره سر بولبرینگ ما و از وسط دوباره یه حالت شیار، حالت مارپیچ میرفت به ته بولبرینگ که زمانی که ما گریس رو وارد میکردیم این گریس از لای این شیارها حالت چرخشی به چرخ بیاد سر بولبرینگ و برعکس از این ور به چرخ بره به ته بولبرینگ. پس گریس کاری کردن